دقیقاً چه اتفاقی افتاد که گندالف از خاکستری به سفید رسید و چرا بعد از اون نقش و شیوه حضورش در سرزمین میانه دیگه مثل قبل نبود؟ خیلی ها این بخش رو ساده میکنن و میگن خب جنگید، مرد، بعد برگشت. اما وقتی روایت کتاب رو دقیق‌تر کنار هم میذاریم میبینیم نه، این فقط مرگ و بازگشت نیست. این یه چرخه جدی در جنگ حلقه است. همین اول یه توضیح کوتاه بدم. من اینجا روایت کتاب رو مبنا میگیرم، ولی هر جا فیلم ها ساده سازی یا تفاوت مهمی داشتن خیلی کوتاه اشاره میکنم که تصویر روشن بمونه. خب بریم سر اصل ماجرا. نقطه شروع ما همون جاییه که قسمت قبل تموم شد، پل نارگیلات در موریا. گندالف جلوی بالروگ ایستاد، گروه رو فرستاد جلو و بعد هر دو سقوط کردن. اما این سقوط پایان گندالف نیست. اتفاقا بخش مهم داستان از همین جا شروع میشه. طبق متن کتاب گندالف و بالروگ در ژرفای خازادوم درگیر میشن. نکته‌ای که در لور تالکین اینجاست که بالروگ فقط یک هیولا نیست، او هم از مایار فاسد شده است، یعنی از همان جنس نیروهای باستانی که گندالف هم بهش تعلق داره. برای همین این نبرد از نظر معنا برخورد دو اراده است. اراده‌ای که میخواد دنیا رو با ترس خاموش کنه در برابر اراده‌ای که مأموریتش نگه داشتن شعله امیده. یه قدم جلوتر مسیر نبرد از ژرفا میره به سمت بالا. روایت اشاره میکنه که گندالف بالروگ رو دنبال میکنه و این درگیری ادامه پیدا میکنه تا میرسن به قله کوه، یعنی زیراکس ایگل. اونجا نبرد نهایی رخ میده و بالروگ نهایتاً سقوط میکنه، اما خود گندالف هم دیگه توان ادامه دادن نداره و همونجا از پا میفته. سوال اصلی اینه که گندالف چطور برگشت. تالکین صریحاً میگه که گندالف برای مدتی از جهان جدا میشه و بعد باز فرستاده میشه. یعنی این بازگشت تصمیم شخصی اون نیست. به بیان ساده تر، مأموریت هنوز تمام نشده بود، بنابراین نیروی بالاتر اون رو برمیگردونه تا ادامه بده. همین نکته باعث میشه بفهمیم گندالف سفید صرفا نسخه قوی‌تر گندالف خاکستری نیست. این یه نقش تازه است. اینجا یه سوء برداشت رایج هست. خیلی ها فکر میکنن سفید یعنی قدرت بیشتر و آزادی بیشتر، اما از قرائن داستان برمیاد که سفید شدن بیشتر یعنی مسئولیت بیشتر. گندالف خاکستری بیشتر نقش راهنما و هشدار دهنده رو داشت، اما گندالف سفید باید تصمیم بگیره، قاطع باشه و حتی جلوی یه ایستاری دیگه بایسته. بعد از بازگشت طبق روایت کتاب گندالف به لوتلورین منتقل میشه. اینجا پای گویهیر هم وسطه. عقاب بزرگ او رو میبره و بعد گالادریل ازش مراقبت میکنه. این بخش توی فیلم ها خیلی سریع رد میشه، ولی در کتاب اهمیتش اینه که گندالف سفید عملاً به جهان برمیگرده و دوباره با نقش فعال وارد میدان میشه. سپس میرسیم به یکی از لحظات مهم، دیدار با آراگورن، لگولاس و گیملی در فنگورن. اونا گندالف رو مرده میدونستن، برای همین دیدار دوباره فقط خوشحالی نیست، یک شوک هم هست. این همون آدم قبلی نیست، رفتار، لحن و قاطعیتش متفاوت شده. خب مقصد بعدی مشخصه، روحان. در روحان دشمن فقط اورکان نیستن، دشمن اصلی ناامیدیه. تئودن عملاً فلج شده، نه به خاطر زخم شمشیر بلکه به خاطر فضای مسمومی که اطرافش ساخته شده. گندالف اینجا دقیقاً همون کاری رو میکنه که از ابتدا مأموریتش بوده. شعله رو روشن نگه میداره و میبینیم نتیجهش فقط نجات یک فرد نیست، بیدار شدن یک ملته. بعد از روحان میریم سراغ هلمز دیپ. اینجا نکته کلیدی اینه که گندالف دنبال قهرمان بازی نیست، دنبال خریدن زمانه. کمک باید سر وقت برسه و رسیدن سپید دم دقیقاً همون موتیف تالکینه. امید وقتی اثر میکنه که آدم‌ها تا مرز شکست رفتن اما هنوز کاملا نشکستن. حالا بریم سراغ مرحله‌ای که سفیدی گندالف معنای دقیق تری پیدا میکنه. آیزنگارد و سارومان. سارومان هم ایستاریه، یعنی هم جنس و هم رده گندالف از نظر ماهیت، اما مسیرش عوض شده و به سمت قدرت و سلطه کشیده شده. گندالف سفید اینجا فقط بحث نمیکنه، او با اقتدار سارومان رو از جایگاهش خلع میکنه. این دقیقاً همون کاریه که گندالف خاکستری احتمالاً نمیتونست با این شدت و قاطعیت انجام بده. اینجا یک سوال مهم داریم. به نظرت گندالف برای مقابله با سارومان کار درست رو کرد؟ یعنی خلع کردن و شکستن جایگاهش ضروری بود یا باید راه دیگری میرفت؟ نظرت رو توی کامنت ها بنویس، چون دقیقاً همین نقطه تفاوت خاکستری و سفید رو نشون میده. یه نکته کوتاه هم هست. بعد از آیزنگارد ماجرای پالانتیر مطرح میشه و میفهمیم جنگ فقط روی زمین نیست، روی ذهن هم هست. اطلاعات، سوء تفاهم و ترس میتونن به اندازه شمشیر کشنده باشن و گندالف خیلی سریع متوجه میشه که وقت تنگه و باید حرکت کنه.
مقصد بعدی گاندور میناستریت. در میناستریت گندالف دوباره نقش اصلی خودش رو بازی میکنه، نگه داشتن امید در کنار دفاع نظامی. بادنتور هم روبرو میشه، کسی که زیر فشار کم کم به سمت تسلیم میره. اینجا هم مثل روحان دشمن فقط بیرون دیوارها نیست، درون شهر، درون روح آدم هاست. در مورد رویارویی با ویچکین کم یک توضیح کوتاه بدم. توی فیلم ها یک لحظه بسیار نمایشی داریم، اما در روایت کتاب این تقابل قبل از اینکه به یک دوئل کامل تبدیل بشه با رسیدن روحیریم و تغییر صحنه قطع میشه. این رو گفتم که اگر کتابخون هستید تصویر دقیق تر بشه. خب بعد از نبرد دشت‌های پلنور هنوز کار تموم نشده، هنوز حلقه نابود نشده و اینجا میرسیم به تصمیم بزرگ، حرکت به سمت دروازه سیاه. هدف پیروزی مستقیم نیست، هدف خریدن زمانه، یعنی دقیقاً همون کاری که گندالف همیشه انجام میده. برای اینکه کوچکترین ها کار بزرگ رو انجام بدن، در اینجا فرودو و سم هستن. و وقتی حلقه نابود میشه سقوط ساورون رخ میده. اما نکته اینه، پایان جنگ پایان زخم ها نیست. در کتاب میبینیم حتی شایر هم از آسیب ها در امان نمیمونه و باید پاکسازی بشه. این بخش تلخ جهان تالکینه. شهر ممکنه شکست بخوره اما اثرش مدتی میمونه. حالا میرسیم به آخرین بخش، گره هیونز و رفتن به غرب. گندالف در نهایت همراه با فرودو، بیلبو و الفا سرزمین میانه رو ترک میکنه. خداحافظیش آرام بی هیاهو، چون از اول هم برای تاج و تخت نیومده بود، برای نگه داشتن شعله امید اومده بود و وقتی مأموریت تموم میشه میره. اگر بخوام خیلی ساده جمع‌بندی کنم اینه که گندالف سفید قوی تر شد، اما مهمتر از اون مسئول تر شد. از یه راهنمای مسافر تبدیل شد به محور هماهنگی نیروهای خیر و این تغییر دقیقاً از همون سقوط در موریا شروع شد. اگر دوست دارید ویدیو بعدی رو میتونیم دقیقاً ببریم سمت سفرنامه کامل گندالف از والینور تا غرب، ایستگاه به ایستگاه و با ترتیب زمانی و نقشه. اگر این مدل رو میخواید زیر همین ویدیو بنویسید سفرنامه گندالف. ممنون که همراه بودید. تا ویدیو بعدی، بدرود.